بسم الله الرحمن الرحیم. امروز بهتر است که بگیم بسم الله ما به چه معناست، چون بسم الله هر کسی یه معنایی داره. یکی میگه بسم الله یعنی نگفتم، مثلا معنی خدا نداره. بسم الله این هم وضع ماست. یکی بسم الله میگه و برای دفع جن، یکی بسم الله میگه برای اینکه خبر بده که ما اومدیم، یعنی یا الله بسم الله کلمه میگه. اون وقت هر طایفه‌ای وقتی بسم الله میگن چه معنایی باید داشته باشه که معنای درست بسم الله باشه. هر گروهی که بسم الله میگن یه معنایی هست که اون معنی بسم الله اونها باید اون باشه. مثلا اگر قاضی بسم الله میگه معنیش اینه که به نام حق و حقیقت من هیچ غرضی ندارم و برای نام خودم، شؤونات خودم یا اون کسانی که با اونها آشنایی دارم، خیشانی، هیچ غرضی ندارم غیر از خدا. چون دهد قاضی به دل رشوت قرار، کی شناسد ظالم از مظلوم زار. اگر که ته ذهنش فکر بکنه که از کدوم یکی از این طرفین متخاصمین میتونه یک درآمدی داشته باشه، طبیعتاً قضاوت هم نمیتونه بکنه. بسم الله هنرمند چیه؟ بسم الله هنرمند یعنی به نام زیبایی، به خاطر زیبایی، به خاطر اینکه میخوام مردم دلشون خوش بشه. مولانا همه این بسم الله ها رو داره در مثنوی. نقاشی برای چیه؟ برای اینی که تا به فرجه وارهند از اندوهان، برای میهمانان و کهان نقاشی رو میکشن، برای انسانها، برای دوستان. برای چی؟ برای اینکه دلشون خوش بشه، شاد بشن به دیدار یه جمالی از معشوق ازلی. اصلا هنر معنیش اینه که ایها الناس، من چشمم به یه جمالی افتاده و شاد شدم، خرم شدم، میخوام شما رو سهیم بکنم در این شادی خودم. میخوام شما هم بفهمین که من چقدر شادم. به همین جهت بی اختیار از من یه آثاری ظهور میکنه که اینها بیان کننده شادی من هست. وجد من رو، وجد یعنی یافتن. این که گفت ارشمیدس یافتم یافتم و شاد شد اومد بیرون، شادی یعنی یافتم. یافتم دل که گم کرده بودم در سر زلف آن محجبینا. مولانا چرا شهره عالم شد؟ برای اینکه تصمیم گرفت یا بهش اشاره کردن که تو برو بگو که چقدر شادی، برو بگو که عاشق مایی، برو بگو که چشمت به کی افتاده. گفت چرا نهان کنی عشق مرا چو عاشقی. حالا که عاشقی برو بگو به همه. سعدی هم همطور بوده، گفتش که منم ماه نو هر که خم ابرو که تو داری به همه کس بنمایم. ماه نو هر که ببیند به همه کس بنمایم. گفت چرا نهان کنی عشق مرا چو عاشقی. من ز برای این سخن شهره عاشقان شدم. اومدم علمی به دست مستی، اومدم تو شهر شلوغ کردم، یه عده‌ام راه انداختم دنبالم، زدیم و کوبیدیم و رقصیدیم، همه رو خبر کردیم. علمی به دست مستی 2000 مست با وی، به میان شهر گردان که خمار شهریارم. هنر اخبار از شادیه، اخبار از یأس نیست، اخبار از غم و غصه نیست.
بنابراین بسم الله هنرمند این است که ایها الناس بیاین خونه ما، من شادی، امید، عشق، زیبایی آوردم براتون. باز آمدم تا وقت را میمون کنم. اومدم که وقتتون خوش بشه. باز آمدم تا قفل زندان بشکنم، شما رو نجاتتون بدم. این چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشکنم. اینم بسم الله هنرمنده. حالا موسیقیدان باشه، وقتی بسم الله میگه معنیش اینه که من دارم بیان میکنم شادی خودم رو از نام اون کسی که اسمشو بردم، چون این نام برای من همراه با دیداره. اون کسی که ندیده که شادی پیدا نمیکنه، اون فقط شنیده. از گلشن دیدار به گفتار رسیده. یک کسی هست که از گلشن گفتار، تازه مولانا میگنم خسرانه که آدم از گفتار و دیدار رو ول کنه بیاد حرف بزنه به خاطر دل شما، وگرنه اصلا حوصله نداشت که بیاد بگه. برای کی بیاد بگه؟ آدمی که با معشوقش، ببینید چقدر سخته که آدم با معشوقش استه باشه تو هجله عشق و وصال، بگن که خیلی خوب حالا برو تو بقیه هم خبر کن بیا. حالا ما فعلا رسیدیم اینجا، نه بفرمایید شما حالا فعلا. همینقدر سخته که بگن تو برو تو عالم گفتار. ما اومدیم حالا بعد از مدت‌ها، پس از چندین شکیبایی، شبی یارب توان دیدن که شمع دیده افروزیم در محراب ابرویت. حالا که ما چشممون در محراب ابروی تو و به دیدار تو روشن شده، کجا بریم؟ ولی خاموش که فرمود الانسان لفی خسر، از گلشن دیدار به گفتار رسیده. بسم الله تاجر و کاسب و تولید کننده و فروشنده، اونا هم بسم اللهشون همین معنی رو میده که ایها الناس، من فکر کردم که شماها خونه ندارین، پناهگاهی ندارین، من اومدم سرمایه‌ای داشتم، اینها رو میخوام خونه درست کنم خوب به شما، به قیمتی که بتونم این کار رو بکنم. منم از قبلش والعاملین علیها، به عنوان عاملین علیها ما باید روزی بخوریم. ما کارمون خیریه است اصلا، ما چیزی نداریم که بخوایم خودمون مصرف بکنیم. زکات که وقتی کسی زکاتا رو جمع میکنن پیش یه آدمی، بعد میگن شما توزیع بکنید بدین به فقرا به مساکین. خب من که میخوام این کارو بکنم باید دفتر بیارم، حساب بیارم، نه منم بایستی که عامل این کار هستم. من که دارم یه کار خوبی میکنم، منم به عنوان والعاملین علیها، منم یه چیزی اینجا برخوردار بشه به این عنوان. اگر نه ما حق تصرف در ملک الهی نداریم، مال اوست. دادن زکات دادن، علم داده اوست، هنر داده اوست، اینو دادن که شما توزیع بکنید، خودتونم به عنوان عاملین علیها. اون نقاش میگه من اگر که از شما یه پولی میگیرم برای اینکه یه دونه بوم دیگه بخرم بازم یه دونه بکشم، برای اینکه بتونم فرصت داشته باشم نرم مثلا کارهای دیگه بکنم که برای شما نقاشی بکنم، که برای شما موسیقی بکنم. من به عنوان عاملین علیها، وگرنه هنر من هدیه به شماست، مال شماست اصلا، نه که هدیه به شماست. مولانا میگه حتی جوانمردی هم خوب نیست. جوانمردی خیلی خوبه ولی جوانمردی هم خوب نیست. بالاتر از جوانمردی چیزی نیست. این همه کتاب فتوحاتنامه نوشتن، خیلی مقام داره جوانمردی، که جوانمرد باشه. ولی یه درجه بالاترش اینه که جوانمردی یعنی چی؟ جوانمردی از دوییه، یعنی من گذشت میکنم و این از حقوق خودم میدم به تو. من و تو که اصلا جدا نیستیم. بگذر ز جوانمردی کان هم ز دویی خیزد. جوانمردی رو ولش کن که فکر بکنی مثلا من جوانمردم. جوانمردی مال دوییه. معطی و هرچه باید که بخشنده و گیرنده‌ای وجود نداره که تو داری میدی اون داره میگیره، که اسمشو بذاریم سخاوت. اینا همه نفی و صفات عنه.
در یه مرتبه‌ای میرسین که همین صفات رو هم از خودتون هم نفی میکنه، نه از خدا، چون دویی وجود نداره. اگر هر انسانی بسم اللهش به این معنا باشه که من کارگزار و عامل خداوندم بر روی زمین، خلیفت الله هم به من منتها گفتن که شما خونه بساز، شما این جنس رو تولید کن، شما لباس تهیه کن، شما پارچه تهیه کن، شما آذوقه تهیه کن، شما زمین رو شخم بزن. منم زمین رو شخم میزنم به خاطر اینکه به شما غذا بدم، من واسطه در رزق و روزی شما هستم. پس خودت چرا برمی‌داری؟ خودم بالاخره منم باید زندگی بکنم، منم عاملین علیها به این عنوان من کار میکنم. دکترم همینطور. بسم الله دکتر اینه که به نام اون شافی مطلق من وقتم رو، دانشم رو، تجربهم رو در اختیار این میذارم که تو درد نکشی، رنج نکشی، حالت خوب بشه. و بیمارجو هستم، یعنی من در به در عقب تو میگردم که تو رو پیدا کنم، حالت خوب بشه. من با طبیب آگه بیمارجو بازگرد و قصه بیمارگو با طبیب آگه بیمارجو. همه اینا بسم اللهه. بسم الله این است که ما خودمون رو نماینده و خلیفه خداوند بر روی زمین تلقی کنیم، مالک تلقی نکنیم. کارگزار مأمور بانک که پول نداره، میلیون ها تومان میاد دستش میره، منتها یه نفر مأمور پول، بیشتر پول بهش میدن، اون توضیح میکنه. یکی چه کار مینویسه، یکی کسی کار دیگه انجام میده. کسی مالک چیزی نیست. از صوفی لا یملک، صوفی کسی است که مالک چیزی نیست اصلا. گفت آنچه صوفیان است میخواستن دستشو ببرن. سارقی اومده بود از خونه یه صوفی دزدی کرده بود، اومد گفتش که آقا این نبرین. گفتش برای اینکه من گذشت کردم. گفتش گذشت تو فایده نداره، این جرم عمومیه، دزدی کرده. گفت بله ولی مال وقفه، چون مال وقف اشکال نداره که اگر کسی از مال وقف اگه دزدی کرد دستشو به اون مناسبت نمیبره. گفت چطور مال وقفه؟ گفتش که برای اینکه هر چه صوفیان راست وقف است مر نیازمندان را. اگر ما مالمون وقف باشه هر کی نیازمنده، حالا اگه خودم هم نیازمندم خودم هم به خودم میدم، به خودم میدم. من خودم باید فکر بکنم که کتاب‌های من وقف شما هست. هر کسی که کتابی احتیاج داره و من میتونم اون کتاب رو بدم به او، کتاب که مال من نیست، منم ازش استفاده میکنم. اگه دیدم خودم بیشتر استفاده میکنم به شما نمیدم، خودم برمیدارم. بسم الله مولانا چیه؟ بسم الله مولانا این است که بشنو از نی چون حکایت میکند. از من مولانایی که در قونیه اینجا مقامی داره و مریدانی داره نشنو، از اون دهان دیگری که در این دهان میدمه از اون بشنو.